سلام و درود خدمت شما عزیزان. مهدی افشار هستم. خیلی خوشحالم که در این ویدیوی آموزشی در خدمتتون هستم. خب در این ویدیوی آموزشی قصد داریم تا با نحوه ایجاد دستگاه کارتخوان در نرم افزار سپیدار آشنا بشیم. شاید شما در جایی مشغول به کار حسابداری باشید که صرفاً چند تا دستگاه پوز داشته باشن و با اونها هم تراکنش‌های مالی داشته باشن و تقریبا میتونم بگم اکثریت اصناف دیگه دستگاه‌های کارتخوان رو استفاده میکنن. برای اینکه ما از این قابلیت استفاده بکنیم در نرم افزار سپیدار باید این دستگاه‌ها رو تعریف بکنیم. شاید در نرم افزارهای دیگر همچین چیزی نباشه و به صورت خودکار بتونیم که از این امکان استفاده بکنیم، اما تو سپیدار باید این کار رو انجام بدیم حتما و اون حالا دستگاه پوز رو تعریف بکنیم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم کافیه که از ماژول های سپیدار روی ماژول دریافت و پرداخت کلیک بکنیم و از بخش عملیات اون یه خورده که میاد پایین‌تر یه گزینه است به نام دستگاه کارتخوان جدید. روی این گزینه من کلیک میکنم تا پنجره مربوطش باز بشه. خب این پنجره مربوطش هست. از اینجا باید حساب متصل به اون دستگاه کارتخوان رو انتخاب بکنم. حالا هر حساب بانکی که از قبل تعریف کردم رو میام انتخاب میکنم. برای مثال شماره ترمینال اون دستگاه کارتخوان رو میگه اینجا وارد بکن که معمولا پشت دستگاه کارتخوان یک شماره ترمینال قرار داره که حالا مثلا من یه چیزی میزنم که اینجا یه چیزی نوشته باشیم. عنوان تفصیل هم که خودش انتخاب میکنه و همچنین عنوان تفصیل دوم که از همون شماره ترمینالتون بر میداره خود نرم افزار. در نهایت هم این تیک باید روی فعال باشه و من میتونم که ذخیره بکنم تا برای من تعریف بشه. بسیار خوب، دستگاه کارتخوان به همین راحتی تعریف شد. حالا اینجا خارج میشم. بخواید دستگاه های کارتخوانتون رو هم ببینید میرید تو بخش فهرست و اینجا دستگاه های کارتخوان رو کلیک میکنیم و هر چی که دستگاه کارتخوان تعریف کردیم رو میتونیم ببینیم. دوباره هم که روش کلیک بکنیم اطلاعاتش قابل ویرایش هستش یا اصلا اگه نخواستیم کلیک راست میکنیم و حذفش میکنیم. خب این نحوه تعریف دستگاه کارتخوان بود که خیلی راحت بود. حالا اگر ما تراکنش مالی بخوایم داشته باشیم با کارتخوان میتونیم که از همین بخش دریافت و پرداخت ثبت بکنیم. حالا مثلا من میام یه رسید دریافت جدید کلیک میکنم و اینجا اگر از یه طرف حسابی مبلغ رو به صورت کارتخوان دریافت کرده بودم میام اینجا گزینه کارتخوان رو میزنم و پلاس میزنم و اطلاعاتش رو وارد میکنم. تنها نکته‌ای که توی دستگاه کارتخوان سپیدار هست اونم این هستش که شما وقتی یک پولی رو به صورت کارتخوان دریافت میکنی، یعنی مشتری که میاد کارت میکشه اون مبلغ مد نظر رو، دیگه اون پول مستقیما به حساب شما نمیاد و معمولا روز کاری بعده که اون پول ها همشون جمع میشن و به حساب شما واریز میشن. توی سپیدار هم باید همین روال طی بشه، یعنی وقتی که شما یه پولی رو دریافت میکنید و رسید دریافت میزنید از کارتخوان مستقیما به بانکتون نمیاد و بعدش باید هر موقع به بانک واریز شد شما بیاید تسویه‌اش رو بزنید. برای اینکه تسویه‌اش هم بزنیم کاری نداره، میایم تو قسمت دریافت و پرداخت و روی گزینه تسویه کارتخوان جدید میزنیم. روی این گزینه که کلیک میکنید دیگه شما میتونید دستگاه کارتخوانتون رو انتخاب بکنید، حالا هر کدوم که هست، و تاریخ رو مشخص بکنید. حالا یه دونه نیازی نیستش که شما واریزیاتتون رو به حالا یه تسویه بابتش بزنید، به قول معروف یه دونه نیازی، حالا جمع میشه تعداد معینی میشه بعدش شما تسویهش رو میزنید. و اینجا اگر از قبل پولهایی رو به صورت کارتخوان دریافت کرده باشید نمایش عقل رو میزنید ظاهر میشه و تسویهش میکنید. دیگه بعد از تسویه است که میاد توی بانکتون واریز میشه، همون لحظه این اتفاق رخ نمیده و این ویژگی خوبیه که نرم افزار سپیدار داره. پس این نکته رو مد نظرتون باشه که برخلاف نرم افزارهای حسابداری دیگر که شما وقتی میایید از امکان دستگاه کارتخوان استفاده میکنید و مستقیما پول به بانک واریز میشه، توی سپیدار اینجوری نیست و مثل واقعیت عمل میکنه که شما باید تسویهش رو بزنید که به حساب واریز بشه. خب این هم نکات مربوط به دستگاه کارتخوان در نرم افزار سپیدار بود که خواستم خدمتتون عرض بکنم در کنار تعریف حالا دستگاه کارتخوان.
نکته دیگری نیست در مورد این موضوع و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما اگر نیاز به آموزش‌های تخصصی تر نرم افزار سپیدار رو داشتید به وبسایت ما مراجعه بکنید و دوره 0 تا 100 سپیدار رو حتما تهیه بکنید، چون نرم افزار سپیدار نرم افزاری نیست که واقعا خودمون بیایم دونه دونه منوهاش رو بررسی بکنیم و یاد بگیریم و حتما باید بابتش یک آموزش رو بگذرونیم. به خاطر همون تاکید میکنم که یک دوره آموزشی حتما بابتش بگذرونید و تسلط خیلی خوبی به این نرم افزار پیدا بکنید. همونطور که میدونید سپیدار فرصت شغلی زیادی داره توی حالا بازار کار و میتونید که از این فرصت‌های شغلی نهایت استفاده رو ببرید، به شرط اینکه خوب یاد بگیرید نرم افزار رو. امیدوارم که هر جا هستید موفق و مؤید باشید.